خب تعمیر برد اینورتر یخچال آیتوروبیه داریم. خازنا مقداراش کدگذاری شده. همونطور که میبینید 33 EF 986 حالا یا 9 B6 باز همه مقدارهای یه شکله 33 1 2 3 4 5 6 این یه دونه 220 VF کا M69 11 39 511 201 203 202 خازنهای بزرگم. تخلیه بار انجام شد از پشت، مشکلی ظاهرا نداره. امید به خدا ما مقدارا را 33.50 یه نواخت میگیریم همه رو. امیدوارم که اوکی بشه. هیچ دستکاری دیگه روی این برد انجام نمیشه.